سلام دوستان، به چنل من خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این قسمت میخوام بهتون یاد بدم چجوری با کمک یه پلاگین ونکورد به راحتی بتونید برای خودتون دیسکورد ریچ پرسنس بذارید. خب اول از اینکه شما باید وارد قسمت یوزر ستینگتون بشید. حالا امیدوارم درست تلفظش کرده باشم، سوتی نداده باشم. خب کاری نداریم، وارد قسمت پلاگینا میشید. ببینید میخواید فقط حالا اون سریایی که نصب کردید، اون پلاگینی که نصب کردید نمایش داده بشه، کافیه روی این بزنید. خب حالا من اینو از قبل نصب کردم، اسمش کاستوم RPC. خب تیکشو بزنید و روی چرخندهش کلیک کنید. این یه سری تنظیمات داره دوستان. ببینید در درجه اول اینجا خودش هم گفته باید برید دیولپر پورتال دیسکورد رو باز کنید. خب حالا من از قبل باز کردم. یه اپلیکیشن اینجا بسازید. قبلا هم آموزشش رو دادم که چجوری این کار رو انجام بدید دوستان. اینجا آیدی اپلیکیشن رو بردارید، به این بدید. خب اینجام حالا یه اسم براش من گذاشتم، اینجام همینو میزنم، دیتیل نیم. خب حالا اینو میذارم تست، این یکی هم میذارم تست. حالا اینجا نوشته آقا، یعنی میتونید انتخاب کنید پلیینگ باشه، استریمینگ باشه، لیسنینگ، واچینگ یا حالا چیزای دیگه. من میزنم پلیینگ. خب اینجا تایمشه که میتونید حالا روی این بذارید. میایم پایین تر، اینجا میگه آقا بیگ ایمیج رو انتخاب کن. چجوری؟ من میخوام مثلا یه عکس بذارم. اینجا سرچ میکنم ایمیج، مثلا اینجا زدم موزیک PNG. خب میام اینجا یه لحظه که ایش درست حسابی تحویلم بده، مثلا این. حالا زیاد حساس نمیشه. کپی میکنم اینو و اینجا میذارمش. خب اینم آقا مثلا اگه رو عکس کسی نگه داری چی بزنه، مثلا میزنم موزیک، چیز خاصی نیست. حالا عکس کوچیک هم آقا همینو میزنیم. اینم دقیقا میگه مثلا چی بزنه، میگه حالا سلام. اینا چرت و پرت دارم وارد میکنم، خودتون دستی میتونید. حالا بهتون نشون میدم دقیقا اینا چیه. خب اینو میزنم پلی، استاپ، نکست. خب حالا اینجا حواسم نبود، اینجا باید URL بذارید دوستان. مثلا دکمه یکو میذارید، یه URLی هم باید بهش بدید. مثلا چه URLی؟ من میخوام لینک ونکورد مثلا باز شه، به عنوان مثال خوبی نیستین. این هم دقیقا همینو میزنم. خب یا میزنم مثلا discord.com، به همین راحتی. خب حالا من روی سیو کلیک میکنم. خب بعد از انجام همه این کارا ببینید این چیزیه که حالا من درست کردم. خب اینا همش به صورت تست دوستان، شما میتونید هر چیزی که خواستید اینجا وارد کنید. اوکی. خب اگه براتون نمایش داده نشد بعد اینکه انجام دادید، کافیه یه کنترل و آ رو کلیک کنید و کلا همون دیسکوردتون رو ریستارت کنید. الان همینطور که میبینید برای من این اد شده. خب به این صورت من روش نگه دارم، رو عکس نگه میدارم، همون موزیک میگه یا رو عکس کوچیک میگه سلام. اینجا خودتون میتونید دستی وارد کنید. تایم هم که اینجا زده، من الان روی پلی کلیک کنم، ببینید سایت ونکورد رو میگه باز کنم، یا مثلا روی نکست کلیک میکنم سایت خود دیسکورد رو باز میکنم. به همین راحتی دوستان میتونید از این استفاده کنید بدون حالا اپلیکیشن خارج از دیسکورد که قبلا آموزشش رو گذاشتم. سخت‌تر از این خیلی آسونه برای انجام این کار، دم دستی تره. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک و ساب یادتون نره. تا آموزشی دیگه، خدا نگهدار.